تو این قسمت پرستو صالحی رو داریم که باید ببینیم برامون چیا میخواد بگه، میخوایم راستش کنیم باش شوخی بکنیم این ملت و امیدوارم که این آرش لطفیه ملت، کسی که رست میکنه. آرش لطفی اینجاست با رست پرستو صالحی. اصلا تو این ویدیو میخوایم ببینیم چی بود چیکار چی پرستو صالحی چرا و میخوایم موشکافی کنی و کریر پرستو صالحی رو باور کن. ببین میخوام ثانیه به ثانیه کریرش رو برات بررسی کنم. پرستو صالحی با سریال زیر آسمان شهر به شهرت رسید و تمام دیگه هیچی. یعنی مهمترین خبری که بعد از به شهرت رسیدنش هست اینه که از اینا رفت. تمام. حالا پرستو صالحی بعد ما می‌خواستیم ببینیم خب باشه این تو سریال زیر آسمان شهر اسمش چی بود؟ ما که نمیتونیم بگیم زن بهروز خالی بند. هر چی من فکر کردم زنگ زدم، نت هم نداریم سرچ کنیم، هر کار همون زن بهروز خالی بند. اوکی ایشون بود و البته جوانب دیگه ای هم داره که خیلی میشه راجبشون بحث کرد. به عنوان مثال خانم صالحی دو آتیشه طرفدار استقلاله که من ریدم تو این انتخابام، هم من استقلالی هم پرستو صالحی. بعد ایشون یه ویدیویی داره که خیلی وایرال شده، توش استقلال از آلویز باخته، اون که چیز عجیبی نیست ولی جز معدود دفعاتیه که 4 تا خورده، چون معمولا رو 6 7 ماه رومیم دیگه میدونی. حالا اونجا 4 تا خورده، دوربین میاد تو دماغ پرستو صالحی، حبابا داره دماغ این میزنه بیرون، میگه عدد 4 مال ما بود. برای من خیلی سنگین. عدد 4 مون رفت زیر سوال. این 4 مال ما بود. بعد فهوای کلامش اینه که این 4 تا یعنی خانم صالحی نه مشکلی با باخت داشت، خب من به عنوان استقلالی واقعا عادت داریم، و نه مشکلی با چیز داشت، تأخیر شدن تیم داشت، میگفت این 4 مال ما بود. ای کاش سید حسین حسینی یه دونه خودش به خودمون میزد. این 4 ما از دستیم. که البته در ادامه یک استندآپ کمدین وارد میشه میگه خب از این بعد 10 مالش رو با 6 و 4 از شروع میکنه خندیدن رو میدیده از کادر خارج میشه خانم صالحی و تموم شد واقعا. این ویدیو رو دوست داشتی حتما ادامه میدیم، من ول میکنم سراغ همه میخوایم بریم. خانم صالحی بعد از اون یه سری ویدیو ازشون منتشر شده بود که میگفتن ظاهرا تو ترکیه نه تو ایران، میگفتش که من ظاهرا مادرم مریض بوده و نیاز به کمک داشتم و آدم واقعا تو این شرایط باید کمک بگیره از دوستان اطرافیان. ولی خب خانم صالحی پا رو فراتر گذاشت، زد کمک و سنتوال کرد، برای کل سینما فرستاد من کمک. و اون میگه من همینجوری ناراحت و غمگین نشسته بودم، این در باز شد، مهران مدیری اومد، مهران مدیری وارد شد و تمام هزینه‌های ظاهرا درمانی مادر خانم صالحی رو تقبل کرد که ما اینجا واقعا باید دست بزنیم برای آقای مدیر، کار بسیار بزرگی کردن و باید واقعا از ایشون یاد گرفت. خانم صالحی میگه زمانی که این کارا رو کرد مهران جان اومد دستشو بذاره رو شونه، یادش افتاد من ترکیه نیستم، من ایران. سری دستو برداشت گفت خانم صالحی بودن خفتن کردن من همه اینا رو خوندم دیگه به درد نمیخوره و راشو کرد که بره. زمانی که از در بیمارستان میخواست خارج بشه خانم صالحی تو بهت بود. عجب صحبتی کردیم مرد. میگه من تو بهت بودم مهران مدیری برگشت گفت خانم صالحی من گم شدم چون من اصلا جغرافیام خوب نیست، میشه منو تا در ماشین ببرید؟ که بله خواهش میکنم. تو رام حسابی از هملت و شکسپیر و اینا براش میخوند، آیا شریف فرانه است که مرا تا ماشین ببره، همه اینا رو برد. دیگه بعد از اون که رفت بیرون پرستو صالحی همون رفت فرودگاه، گفت دیگه پولم کم مهران مدیری ما میریم باز رفت. زمان که رسید ترکیه متاسفانه باز حال مادرشون بد شد و ایشون اومده یه دونه استوری گذاشت که من حال مادرم بده، نیاز به جراحی داره، من هیچ کدوم از کسایی که منو قضاوت کردن حلال نمی‌کنم، به هیچ عنوان ازشون نمیگذرم، من هیچ کدوم شما رو حلال نمی‌کنم ولی شما دعا کنید. عالی شد. یعنی مثل همونی که مثلا میگه گوه خوردی میای، هم داره میگه گوه خوردی هم ازت میخواد که باش بری، یه چیز تو این فضاست. ولی حالا خدا رو 100,000 بار شکر که خانم پرستو صالحی حال مادرشون خوبه. امیدواریم تمام مادران و پدران 120 سال عمر کنن، سایه‌شون بالا سر بچه‌هاشون باشه، بچه‌ها زیر سایه پدر مادرشون باشن، همه چی خوب و خوش باشه. ولی میخوام یه درس مهم بهت بدم. ببین یک سری چیزا واقعیت زندگیه، بعضی اوقات 2-3 دقیقه دیگه داور سوتو میزنه، باید قبول کنی یه سری مسائل رو. میدونی بعد از اینکه حالا
البته شاید من مردم، والا هیچ کس نمیدونه. اگر من مردم ازت خواهش میکنم برای من اشک نریز، بزن. بعد خانم صالحی خب مادرشون هم دیگه خوب شد، دیگه چیزی نداشتن ترند چی کاری نبود بکنن. خب ایشون نیاز داشتن که مثلا بتونن یه توجهی بگیرن، یه ویوی بگیرن. اومدن مسابقه کردن تو ترکیش که به من نقش نمیده. زن حسابی تو کشور خودت کسی بهت نقش نمیده دیگه. اونجا که با زبون دوم که قطعا نمیدرخشی، اینجا که زن بروز خالی من بودی. و این یک توهمی هستش که 99% ایرانی‌ها دارن. البته من این رو بگم، منظورم تمام ایرانی‌ها نیست، ولی یک سریا حس میکنن که مثلا تو ایران چیزی نمیشن. ببین بهت قول میدم، تو وسط نیویورک هم کسی توف در کونت نمیزنه. یعنی تویی که 30 سال فقط جق زدی و گل کشیدی، اصلا هیچ جای دنیا اونقدر طلبه این نداری. میدونی بله یه سری اصلا تلاش میکنن، ایران بستر فراهم نیست، شما تو یک چیزی نخبه، یک حرفه خیلی خوب، بله اونجا رو دست میبرن. ولی تو مثلا تویی که داری آرش لطفی میبینی، همین که تخم تو داری میخارونی، خودش یک نشونه که زندگی در چه راستایی داره قرار. بریم سراغ ادامه پرستو صالحی. حالا همه اینا بود، پرستو صالحی تو فشار بود، تو کوچهای استانبول تلو تلو میخورد، ابراهیم تاتسیلس گوش میداد، به ایران فکر میکرد، حسنانت، همه این شرایط بود. و همون لحظه که میگن اون مسئله معروفی که شما زمانی که دیگه فکر میکنی هیچ راهی نیست، امید دستشو میذاره رو شونه هات. امشب میخوام من، نه اون امید نه. یک نفر اومد بغل خانم پرستو صالحی گفت بیناموسی بیل بیله. پرستو صالحی گفت وات؟ گفت احمق، میگم بیل میرفتم که وات؟ گفت چی؟ گفت عشق ابدی. پرستو صالحی گفت لباس شبم میدن. گفت خواهش میکنم اوت، پاشو بریم تو وانه عشق ابدی. رفتش تو برنامه عشق ابدی و اونجا زمانی که ویلا رو دید اومد به پر توپ تهیه کننده گرفتش. گفت نه سیزن 1 آب قفله، شما دقت کنید تو سیزن 1 هیچکی نمیره تو آب، سیزن 2 آبم باز شد. حالا کاری نداریم. اونجا آمد گفتش که خب ما شرکت کننده میخوایم و اینا. فول حواسش بود داره چی کار میکنه و فول دشمن خوشگلی بود. یعنی قشنگ معلومه پرستو صالحی میگه خب من باید محوریت اصلی این برنامه باشم، نمیشه که سفدا مامان بیا تو برنامه. سفدا رو وارد کرد. بعد یهو گفتش خب سفدا شاید یه نمکی داشته باشه صورتش، ها بهتره ما یه خورده توقع مخاطبو ببرم بالا، یهو بزنم تو صورتش. نگار بیا عزیزم. یعنی نگاه زمانی که اینجوریه شما میگی او چه ویلنیه این پدر سوخته، میخنده. نه بعد گفتش که خب بابا الان اینجوریه که شاید هیچ کی دیگه برنامه رو نبینه، ما بریم فردا بریم خیلی تناز پاشو بیا ماما. معلومه تو اصلا حیا نداری که واسه عزت نداره، هیچی نداره که واسه. سریع هم تناز داشت میومد، همه رکسونا رو از جلوی دستش برداشتن. گفتن ما نیاز داریم یه نفر راجع به تناز صحبت کنه که ادامه ویدیو میرسیم دوباره به تناز. اومدن این برنامه رو ران کردن و خانم صالحی من نمیدونستم یه عکسی ازش منتشر شده، یه ظاهرا صلیب داره رو بازوش. من حس میکنم تو اون برهه‌ای که بهش نقشه میدن کارهای دیگه هم که این صلیب داره فقط خفگیرا میزنن. یعنی تو این ابعاد به خدا جدی میگم مثل چش ببر دیگه. شما یه مهندس میبینی چش ببر بزنه؟ نه والله، تماما برای افکار پلیده. این برنامه ران شد و اتفاق افتاد و قربونش برم خانم پرستو صالحی در قامت مجری بی‌نظیر کار کرد. یعنی تماما درسته که ایشون مجرده ولی مادر ایرانی، یعنی تماما تنفرش مثلا از بهار معلوم بود. خانم شما این مجری نیستی، تو واسه چی عواطفت رو دادی؟ نکنه که حس کردی بهار یک تهدید برات؟ ها بهار خیلی بوباش گنده است. ها بهار خیلی تستوسترون دوست داره. حالا ولش کن طولانیه، این ها رو میشه تا یه رب گفت. از اون سب خب تو برنامه بود خیلی اوکی بود و اینا. بعد ظاهرا خیلی چیزا رو به خانم صالحی نمیگفتن. اوکی، یعنی اون زمانی که گفتن حالا قراره یه نفر عطشه، در که باز شد شما میدیدی یه چروک توسی داره میاد. از کوچیکشون تا بزرگشون لطف داشتن به من و منو مخاطب دکتر صدا می‌کرد. داره میاد. خود پرستو صالحی هم نمی‌دونست کو بابا. میدونی خب زنام هم هر جوری که خودشون هستن طبیعتا مردارم اونجوری دوست دارن دیگه. خانم پرستو صالحی هم میبینید هر چی از آقای مدیری گرفته بود تو ایرانو کرده بود تو صورتش، گونه‌ها سر حال و چونه تیز و اینا. پژمان که اومد گفت بابا این من اینو میخوام دیگه. پژمان چرخید دید دولوپ به کونم استروئید داره. یعنی تماما این مرد با ژل ساخته شده و من دیوونه این مردم. حالا بماند که یک سری عکس‌ها پخش شد و گفتن اینا با هم تو رابطه ما خاله زنکیم.
ما شأنمون خیلی بالاتر از این حرفاست. آره دیگه خودمونیم دیگه، کسی که جز خودمون نمیبینه که خیلی فریخته ایم. میدونی اومد این حواشی و این برنامه داشت دیگه. حالا اینا رو اسکیپ میکنیم. من برای تک تک اعضای عشق ابدی بچه‌ها من ویدیو دارم، اگر ندیدید پلیلیست عشق ابدی رو برید کلیک کنید، برید ببینید، عشق کنید. دیگه رسید به برنده. دیگه برنده که مشخص شد دیگه همه تصمیم، یه حالت سرخوردگی به یه ایران دست داد. بابا علی و زهرا اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. بعد میدی قسمت عمده‌ای که من رو ناراحت کرد چی بود؟ این که آیدین زواره‌ای قسمت 5 برنده رو گفت. کسکش. من اصلا کاری ندارم برنامه خوبه یا بده. یه بودجه‌ای گذاشتنی انا رو، خب یه 2 هفته 3 هفته بوی تناز و همه عوامل تحمل کردن که توی چون نشور بیایم قسمت 5 بگی برنده رو با اون ریاکشن تخمید. چی میگی؟ سری بگیرید برای این با سلطان عینک داریم. بابا چی کار بکنی؟ جون مادرتون عشق ابدی جدید اگه این ویدیو رو می‌بینید نگید برنده رو به کسی ها. آیدین زواره‌ای در کمینه. یه عددهای عجیب غریبی هم بهتون پیشنهاد میده و یه 1000 لیر میذاره جلوت باچول میشه. میدونم مدلی، ولی خب کی پول در بیاره مدلینگ دیگه. آره داشتیم کنار میومدیم که وای الان علی و زهرا دوتایی دارن برای پولشون نقشه میکشن برای با هم بودن. آره دیگه این حواشی اینا بود و خانم صالحی اومد یه ویدیو منتشر کرد که مثلا حجما رو خودش کم کنه. گو اصلا من مجری گو، اصلا یه برنامه گو. خب بار اول اون بوده، تجربه شده فلان و اینا. من یه قسمت از سیزن 2 دیدم، همچنان گو. خب فرقی با، البته سیزن 2 خیلی تغییر کرده. تمام دستمزدی که این سری از عوامل ترک گرفتن هم کرده تو صورت. یعنی اصلا این میزان شیپ صورتی که شما تو سیزن 2، خب حداقل برو کاهو بخر اون پولو. نمیشه که گردن به پایینت منه. تازه من بغلی ترم. حالا مهم نیست. صورت آنجلینا جولی پایینتن رابه اسکویی قبل مهاجرت. یه چیز خب مهم، ما چرا داریم قضاوت میکنیم هیکل بقیه؟ من خودم شبیه پور سیب زمینی ام. شیمان می. در پی این حواشی پرستو صالحی هم اومد رفت پیش کامبیز حسینی. یاد نره دوستاش کامبیز حسینی رو روز کنیم، حتما از کامنت بذاره باشه. اومد یه مصاحبه کرد و اینا. بعد تناز که بنده خدا تناز که میدونید چونش پاره شد بعد این برنامه. یعنی اوایلش خیلی داشت خوشو جر میداد، مردم باهوشن، مردم میفهمن، مردم میدونن. بعد چون مردم باهوشن، مردم میفهمن، مردم میدونن، یهو گفتن تو چقدر کسشری. بعد گفت چی شد؟ باکس تدوین. تماما ادیتور من رو به گا داد. اون جاهایی که دلیل عصبانیت من بوده از تو ویدیو در اومده. یعنی راست هم میگه، شما ویدیو رو ببینی هم دارن میخندن تنازی رو میدونی اینجوریه. کاملا تو تدوین مشخصه. بابا قبول کن کسشری دیگه. بابا چرا سختش میکنی عزیز من؟ قربونت برم. و تناز اونجا روی برنامه اومد بالا و گفتش که اینقدر این برنامه به من حجم وارد کرد، اینقدر من هیت گرفتم و فلان و اینا که من میخواستم و تقصیر شماست خانم صالحی. کی منصرفت کرد؟ حالا من اینجای صحبتی دارم با تناز. مگه هیت نمیگیری؟ مگه دیگه نمیتونی تحمل کنی؟ مگه فشار رود نیست؟ اینستاگرامتو ببند. تو مگه نمیگی زندگی خصوصی من تحت شعاع این برنامه قراره؟ اینستاگرامتو ببند. نکنه سیل عظیم ایرانی‌ها تو ترکیه اذیتت میکنن. چی به تو کار داره؟ اصلا پولدارای ترکیه اونجایی که تو میری نمیان. تو برشگاه داری غلط میزنی. شاهین جوراباش هم 40% آف داره. بچه‌ها من رست کاراکتر عشق ابدی فصل 2 رو برم یا نرم؟ کامنت بذارید ببینم اگه دوست داشته باشید میریم تو دانسش. و اینم بود از رست پرستو صالحی. امیدوارم دوست داشته باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظرتون رو کامنت بذارید. و اگه دلتون میخواد ویدیو بیشتری از من ببینید حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. ماشاءالله لطفی ابک رستر خیلی سخت نگیرید. مخلصیم.